خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه 13 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم رباب جان که یه ترانه مازندرانی هست رو با هم دیگه نوازندگیش رو کار کنیم و یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب توی این قطعه 13 اول از هر چیز ما نگاه میکنیم به متر قطعه، همون دوتا عددی که اول قطعه روی سر همدیگه نوشته شده که بهش میگیم متر یا عدد میزان یا کسر میزان یا میزان نما یا انگلیسیش مادر انگلیسیش تایم سیگنیچر هست. خب اینجا 4 هست قطعه ما. 4 یعنی چی؟ یعنی ما در هر میزان توی هر کدوم از اون تقسیم بندی هایی که داریم معادل 4 تا نوت سیاه داریم. معادل 4 تا نوت سیاه، یعنی ممکنه توی یک میزان ما 4 تا نوت سیاه ببینیم، ممکنه توی میزان دیگه 2 تا سفید باشه، توی یه میزان دیگه ممکنه یه دونه گرد باشه، توی یه میزان دیگه ممکنه یه سفید 2 تا سیاه باشه. به هر حال جمع نوت هایی که توی هر میزان داریم معادل 4 تا نوت سیاهه و از اونجایی که ما به ازای هر نوت سیاه یک شماره میشماریم، پس ما توی هر میزان 4 تا شماره داریم. اینو چون تا الان تمام درسایی که با هم دیگه کار کردیم 4 بوده، کمتر براتون توضیحش دادم، ولی اینو دیگه باید یواش یواش بهش دقت بکنید چون توی درسای بعد ممکنه متر ما عوض بشه و مدل شمارش ما تغییر کنه. پس ما به این علت 4 تایی میشماریم که متر ما 4 پس توی هر میزان 4 تا نوت سیاه داریم، پس باید 4 تا شماره بشماریم که و با هر شماره یه دونه نوت سیاه اجرا بکنیم که کل میزان رو اجرا کرده باشیم. میزانی که تموم میشه میزان جدید دوباره با شماره 1 شروع میشه. پس دیگه ما میدونیم هر نوت سیاه ارزشش 1 شماره است، سفید ارزشش 2 برابر سیاهه میشه 2 شماره و گرد هم که ارزشش 4 شماره است. البته توی این قطعه تمام نوت هایی که داریم نوت سیاه هست، یعنی ما به ازای هر نوت فقط 1 شماره ثبت می‌کنیم. فقط 2 جا هست که از سکوت سفید استفاده کرده، یکی آخر خط دوم و یکی هم آخر خط 4م. اون علامت خط تیره‌ای که بالای خط سوم قرار داره این علامت سکوت سفید هست. علامت قبلیش علامت سکوت سیاهه. خب سکوت ها هم مثل نوت ها هستن دقیقاً از نظر ارزش زمانی. یعنی الان توی این میزان آخر خط دوم شماره 1 میشه اون جفت لال که نوت سیاه هست، شماره 2 سکوت سیاه هست، شماره 3 4 میشه اون سکوت سفید. در واقع ما تو شماره 1 ضربمون رو میزنیم، 2 3 4 دیگه چیزی اجرا نمی‌کنیم، فقط میشماریم چون سکوت هست. تمام نوت‌هایی که توی این قطعه داریم روی سیم‌های سفید اجرا میشه، فقط یه دونه فا داریم که روی سیم‌های پشت خرکه و البته یه سری جفت داریم. این جفت‌ها خیلی مهمن توی این قطعه که بهشون توجه کنید. یه جاهایی نوتامون بالای خطوط حامل هست، مثلا آخر خط اول میزان آخر جفت نوت 2 رو داریم که این دوی سفید با دوی بالای خطوط حامل هست که میشه دوی پشت خرک. پس ما باید جفت دوی سفید و پشت خرک و بعد جفت ری سفید و پشت خرک بزنیم. اما توی خط دوم جفت هایی که داریم چون نوتا پایین خط اومدن پس میشه زرد و سفید. ما نوت سی سفید رو با سی زرد جفت میگیریم. خیلی مواظب این جفت ها باشید که دقیقاً همونی که گفته اجرا بشه، چون که یه جاهای ما تو سنتورمون نمیتونیم نوت ها رو به صورت همزمان اجرا بکنیم به دلیل شرایط خاصی که کوک سازمون داره که این رو جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم. اگه الان بخوام در موردش توضیح بدم این مقدار براتون گیج کننده میشه. فقط برای اینکه اسمی ازش برده باشم، مثلا ر توی کوک کردن سازمون ری سفید به کار کوک میشه، اما ری زرد کرون کوک میشه. در واقع سیم‌های زرد توی نوت ر یک کمی پایین‌تر، یک کم شلتر هست سیماش، به اندازه ربع پرده اختلاف دارن ری زرد و ری سفید. پس ما نمیتونیم همزمان ری زرد و سفید رو با هم دیگه بزنیم. صدای بدی میده، اصلا میگن فالش میشه. ببینید صدا چطوری میشه. مثلا من اگر جفت سل بزنم یه صدای مطبوع خوش صدایه، یا مثلا جفت سی بزنم اینا صدای خوبی میدن به ما. ولی من اگر ر رو به صورت جفت بزنم ببینید صداشو
صدای خوبی نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه ما توی کوک اختلاف صدایی رو بین این دو تا ری ایجاد کردیم. پس ما هیچ وقت نمیتونیم جفت ری زرد و سفید توی کوک دستگاه شوری که الان سازمون هست اجرا بکنیم. به خاطر همین توی این کتاب هم تمام جفت هایی که قرار بوده روی نوت ری اجرا بکنه ری سفید و پشت خرک گرفته، چون این ور صدای مطبوعی داره ولی این ور نه، این صدای خوبی نمیده. پس یادمون باشه روی سیمای سفید و زرد تنها نوتی که نمیتونیم به صورت جفت بزنیم نوت ری زرد و سفید هست. حالا توی قسمت سفید و پشت خرک هم باز یه نوت هست که یک اختلاف صدایی داره. ما الان ر رو زدیم، خب خیلی خوش صدا بود سفید و پشت خرکش دیگه، یا مثلا سی خوش صداست، سل خوش صداست، فا خوش صداست، اما اینو گوش بدید میبینید صدای خوبی نمیده. باز میگم صداش نامطبوعه، فالش میشه. چرا؟ به دلیل اون اختلاف رب پرده‌ای هست که بین این دو تا سیم هست. یعنی نوت لای سفید اصطلاحاً توی موسیقی میگیم لا کرون کوک میشه، لای پشت خرک لا بمول کوک میشه. اگر توی ساز خودتون هم نگاه بکنید باید این حالت باشه که همه خرک ها، اگه شما یه خطکش بذارید همه خرک ها توی یک ردیف هستن، ولی خرک لا یکم متمایل به سمت راسته، توی ردیف بقیه نیست. این تغییر جابجایی جای خرک به خاطر اینه که ما میخوایم این اختلاف صدا بین لای سفید و پشت خرک ایجاد بشه و ممکنه توی دستگاه‌های دیگه، توی کوک‌های دیگه که می‌کنیم خرک‌های دیگه‌ای هم جابجا بشه. این جابجایی دقیقاً به خاطر همینه که ما روی لای سفید لا کرون داشته باشیم، پشت خرک لا بمول داشته باشیم. یعنی پشت خرک یکم صداش پایین‌تره، به اندازه رو پرده نسبت به سفید پایین‌تره صداش و این اختلافه باعث میشه صدا فالش بشه، بد صدا میشه، صدای خوبی نمیده. پس ری زرد و سفید و لای سفید و پشت خرک نمیتونه همزمان اجرا بشه. دقت کنید که بعضی از فاصله ها هست که خوش صداه، لزوما حتما نباید هر دو تا نوتمون هم صدا باشن. مثلا فاصله سوم یه فاصله مطبوعیه، نگاه کنید. مثلا من دارم سی و ر رو جفت اجرا میکنم که الان اینجا چون توی کوک سازمون سی بمول هست یه فاصله سوم بزرگ داریم. این جزئیات رو توی تئوری جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم. صدای خیلی خوبی داره. یا مثلا دو و می بمول صدای خوبی میده، یه فاصله سوم کوچیک هست. یا مثلا سل و دو، اینا فاصله های مطبوعی هستن. بعضی فاصله ها مطبوعن، یعنی دو تا نوتی که صدای متفاوتی دارن اگر همزمان اجرا بشن صدای خوبی میدن، حتی خیلی جالبتر میکنن، قطعه رو به قطعه عمق میدن، بعد میدن. ولی بعضی فاصله ها نه، فالش میشن، صدای خوبی ندارن. این حالا توضیح بود که لازم دونستم بهتون بدم، چون با دید متفاوتی ساز میزنید. وقتی بدونید چرا هر جا ری جفت میخواد بزنه از سفید و پشت خرک استفاده کرده، یا هر جا میخواد لای زرد و سفید بزنه از لا رو جفت بزنه از زرد و سفید استفاده کرده، از سفید پشت خرک استفاده نکرده. این علتش به خاطر کوک خاصی هست که الان ساز ما داره. خب از نظر جمله بندی این قطعه رو هر دو میزانش رو یک جمله در نظر میگیریم، یک عبارت در نظر میگیریم. هر خطی رو من دارم نگاه میکنم، توی هر خط ما 4 تا میزان داریم، پس 2 تا عبارت توی هر خط قرار میگیره. جمله به جمله بررسی میکنیم، میریم جلو. عبارت اول نوتاش هست سل ر سکوت، ر سکوت، فا سکوت. دقت کنید فایی که روی خط آخر هست جای اجرا شدنش خرک دوم پشت خرکه. البته که قبلا در موردش توضیح دادم، این فا هم خرک دوم پشت خرک اجرا میشه، هم خرک نهم سفید. اینکه از کجا بفهمیم که این نوت باید بالا اجرا بشه یا پایین، قاعده اینه که همیشه فا خرک دومه، فقط زمانی که عدد 9 بالاش نوشته بود روی خرک نهم اجراش میکنیم، نهم سفید. و در غیر این صورت یعنی چه علامت نداشته باشه، چه بالاش 2 باشه، روی خرک دوم پشت خرک اجرا میشه. پس نوتامون هست سل ر سکوت، ر سکوت، فا سکوت. میشماریمش، میگیم 1 2 3 4، 1 2 3 4. این جمله اول بود. میریم سراغ جمله دوم. نوتامون هست، منظورم از جمله دوم دو میزان آخر خط اوله. می ر دو سی دو ر، می
از بالا از خرک هشتم سفید شروع میشه. باز این می هم مشترک است بین خرک هشتم سفید و خرک اول پشت خرک. اینجا که بالا میزنیم که پایین میزنیم، قانون چیه؟ همیشه می رو خرک هشتم میزنیم، فقط زمانی پایین میزنیم که کنارش علامت کرون باشه. خب الان که هیچ علامتی نداره پس باید خرک هشتم سفید بخوره. می ره دو سی دو ره. اینجا دوبلایی رو داشتیم که در موردش حرف زدیم، نوت دوی سفید با دوی پشت خرک و بعدش ره سفید برای پشت خرک. دقت کنید که توی این جفتا ضربه هاتون دقیقاً همزمان بخوره. این همزمانی خیلی مهمه. و نکته بعدی که مهمه اینه که این دوتا صدایی که دارید به طور همزمان ایجاد میکنید حل بشه توی همدیگه و یک صدای واحد بیرون بیاد. اگر که قدرت یه دست بیشتر از اون یکی باشه، یعنی یه صدا غالب باشه بر اون یکی، اون صدای مطلوبی که میخوایم رو نمیتونید بشنوید. اینو همیشه همه میگن که توی این جفت ها باید ضربه ها هم قدرت باشه. یه مسئله که خیلی توی این جفت ها مهمه اینه که اتفاقا نباید هم قدرت باشه. این صدا رو شما باید طبق تجربه دستتون بیاد که قدرت دستا رو چطور تنظیم بکنید که صدای خوبی رو در بیارید دستا. شما معمولا اینجوریه که صداهای زیرتر، صدای نازکتر به دلیل اینکه صدای شارپتری داره بیشتر شنیده میشه و اتفاقا شما نباید این دوتا ضربتون رو هم صدا بزنید، باید یه جوری بزنید که این دوتا صدایی که داره ایجاد میشه توی همدیگه حل بشه و این بستگی داره به فیزیک دستتون، بستگی داره به کیفیت سازتون، بستگی داره به فضایی که توش ساز میزنید. اینو باید امتحان بکنید ببینید که چه صدایی رو چطوری این دوتا دست رو به یه بالانس و تعادلی برسونید که دوبلایی که میزنید یه صدای خوب ازش در بیاد. خب خط اول رو من کامل اجرا میکنم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. این خط اول بود. میریم خط دوم. دو میزان اول خط دوم دقیقاً مثل جمله قبل هست، اما یه نوت اومده پایین‌تر و مواظب این باشیم که دوبلاش زرد و سفید هست. نوتامون هست ر دو سی لا و بعدش دوبل سی زرد و سفید و دوی زرد و سفید. ر دو سی لا سی دو. با شمارش میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. دو میزان بعد، دو میزان آخر خط دوم، دو دو سی سکوت، جفت لا، لای زرد و سفید که میشه 1 2 3 4ش سکوته. پس میگیم 1 2 3 4 1 2 3 4. وقتی اینو خوب یاد گرفتید، حالا باید از اول تا اینجا رو پشت سر هم دیگه بزنید. این روش تمرین شماست برای خودتون که اول جمله به جمله تمرین بکنید، هر جمله رو که کامل میکنید وصلش کنید به جمله قبل. حالا این دو خط اول رو با هم دیگه بشنویم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. میریم سراغ خط سوم. دو میزان اول نوتش هست لا سی دو دو ره که اون دوره جفت هست. باز دقت کنید اینجا چون ره داشتیم اومده سفید و پشت خرک نوشته. لا سی دو دو ره با شمارش 1 2 3 4 1 2 3 4. دو میزان بعد ر دو سی لا سی دو. این جمله شبیه دو میزان اول خط دوم هست، همونه دقیقا. ر دو سی لا سی دو. میگیم 1 2 3 4 1 2 3 4. میریم خط آخر. دو میزان اول یک نوت پایین‌تر دو سی لا سول لا سی. لا سی جفت هستن. دو سی لا سول لا سی. بگیم 1
4 دو میزان آخر سی سی لا سکوت جفت سل و 3 ضرب بعدش سکوت 1 2 3 4 1 2 3 4 پس دو خط آخر میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 آخر قطعه یه دو خط تکرار هست که از اول باید این قسمت کلا تکرار بشه، یعنی کل قطعه باید دوباره اجرا بشه. حالا بعد که قطعه رو یاد گرفتیم، حفظ کردیم و با شمارش بدون غلط زدیم، حالا مترونوم میذاریم و سعی می‌کنیم با مترونوم اجرا کنیم قطعه رو. مترونوم رو میذاریم روی 4 ضربی و بالای قطعه مشخص کرده که با سرعت 60 اجرا کن و لارگویی که کنارش هست یعنی با سرعت کم اجرا بشه، معنی آهسته میده توی زبان ایتالیایی. خب مترونوم رو روشن میکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 با مترونوم ساز زدن خیلی اهمیت داره. باعث میشه که سرعت شما در طول قطعه از اول تا آخر ثابت بمونه و فاصله بین نوت‌ها هم رعایت بشه. اگر یه جایی یه ایرادی باشه، چه از نظر اینکه شمارش و کشش نوت‌ها رو درست رعایت نکنید، یا از این نظر که ممکنه جایی نوتی جا بیفته، وقتی میبینید که با مترونوم قطعتون هماهنگ نمیشه متوجه ایرادش میشید، میرید میگردید توی نوتتون ببینید ایراد کجاست و اون ایراد رو پیدا میکنید. وقتی که بریم جلوتر و تکنیک ها رو شما یاد بگیرید، اون وقت میتونیم یه ذره قطعه رو با تکنیک های بیشتری اجرا بکنیم. وقت نزدیکتر میشه به اون ملودی اصلی، میتونیم اینو اینجوری بزنیمش. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون که تا آخر با من بودید. خوشحال میشم که این کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظرات و سوالاتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.